سلام بچه‌ها، من افشینم. 10 سالی میشه که تو خیابون دارم ساز میزنم و قصد دارم از کف خیابون به تمام رویاهام برسم. تو این چند سال خیلی کنارم ساز زدم، ولی خب به خاطر داشتن چالش‌ها و دردسرای زیادش همشون شونه خالی کردن و تو خیال ادامه این مسیر شدم. البته منم اونقدری سماجت دارم که تنهایی بخوام ادامه بدم. بچه‌ها تصمیم دارم امروز یکم تهران گردی رو کنم، یه جای جدید رو پیدا کنم واسه اجرا. ببینیم خدا کجا رو در نظر گرفت. مرکزهای اندیشه خیلی جای خوبی بود ولی خب اجازه ندادن دیگه. صخره هاست خودم که بگذرم ولی دستای تو رو. راستی امشب با یه دوست جدید آشنا شدم که خیلی پایی بود و کنارم همخونی میکرد. حرف آخر، نذار زندگی تو رو پیدا کنه، اون وقت هر جوری که بخواد باهات بازی میکنه. زندگی رو به روش خودت پیدا کن تا هر جوری که دوست داری باهاش بازی کنی.